سلام به همه. خوشحالیم که با دوره مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی در خدمتتون هستیم. این روزها هوش مصنوعی یه جورایی به مهمترین زمینه علاقه‌مندی آدم‌ها تبدیل شده. هوش مصنوعی برخلاف خیلی از جریان‌های فناوران مثل متاورس یا چیزای دیگه‌ای که یه جورایی هیجانی مطرح شدن اما اون هیجان اولیه کم کم فروکش کرد، عملاً داره با زندگی روزمره ما آمیخته میشه. مثل زمانی که کامپیوتر اومد و بعدتر مثل زمانی که اینترنت اومد. همونطوری که امروز کامپیوتر و اینترنت رو نمیتونیم از زندگی روزمره‌مون حذف کنیم، هوش مصنوعی هم عملاً داره وارد تار و پود زندگی ما میشه. نه فقط زندگی کاری و حرفه‌ای، بلکه زندگی روزمره به معنای واقعی کلمه. هرچند هوش مصنوعی یه تفاوت کلیدی با ورود کامپیوتر و اینترنت به زندگیامون داره و اونم اینه که هوش مصنوعی تقریباً هر روز داره پیشرفت میکنه و امکانات جدیدی رو رونمایی میکنه. این برای بعضیا میتونه نگران کننده باشه و برای بعضیا هیجان انگیز. اما فراتر از این نگرانی و هیجان، طبیعتاً مثل هر فناوری نوظهوری، ما باید بتونیم به شکل مناسبی با هوش مصنوعی آشنا بشیم تا بتونیم ازش به درستی استفاده کنیم. هدف این دوره هم دقیقاً همینه. آشنایی اولیه با هوش مصنوعی و مفاهیمش تا شما بتونید یه پایه دانشی مناسب برای دوره‌های بعدیمون داشته باشید که بیشتر بر کاربردهای هوش مصنوعی متمرکزه. خب، بذارید این دوره رو خدمتتون معرفی کنم. این دوره از 9 بخش تشکیل میشه. در بخش اول، قبل از اینکه سراغ خود هوش مصنوعی بریم، به رابطه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی میپردازیم. در بخش دوم، اشتباهات رایج در درک و تعریف هوش مصنوعی رو مرور می‌کنیم. در بخش سوم، به رفتارهای اصلی هوش مصنوعی می‌پردازیم تا دقیق‌تر بدونید که هوش مصنوعی چیه و چطوریه. در بخش چهارم، کمی عمیق‌تر میشیم و فناوری‌های زیربنایی هوش مصنوعی رو مرور می‌کنیم. با درک این نگرانی و سوالی که آیا هوش مصنوعی جایگزین انسان‌ها میشه، در بخش پنجم نقاط قوت و ضعف انسان و ماشین رو بررسی خواهیم کرد. در بخش ششم یاد میگیریم که هوش مصنوعی چه تفاوت‌هایی با اتوماسیون داره تا این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. در بخش هفتم وارد هوش مصنوعی مولد یا جن ای آی میشیم، همون بخشی از هوش مصنوعی که عملاً داره وارد تار و پود زندگیامون میشه. از اونجایی که این هوش مصنوعی مولد هم محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خودشو داره، در بخش هشتم میپردازیم به این موارد تا بتونه از یه سری اشتباهات ما در استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری کنه. و در نهایت بخش نهم به یه مفهوم خیلی مهم میپردازه. چیزی که بهش human in the loop یا انسان در حلقه گفته میشه، به طور خلاصه یعنی این که انسان در مرکز هر فرایند مبتنی بر هوش مصنوعی قرار داره. خب، فکر کنم دیگه همه چیز برای شروع آماده باشه. بریم که با دنیای هوش مصنوعی بیشتر آشنا بشیم.